السلام علیکم بینندگان گرامی کانال آموزشی روزنه معرفت. چنانه که در درس های پیشتر به شما وعده داده بودیم، ما به واسطه آن مثال هایی که در کتابی مواد مرکزی ملی تستی برای تیاری به امتحان های داخل شوی آورده شده است، همراه شما حل آنها را دیده میبریم و مخصوصا باب گئومتری به ما استفاده میگذاریم. برای آنکه گئومتری یکی از موضوعهای خیلی گفتن ممکن دشوار برای همه مکتب بچگان است. بنابر همین اهمیت دهید. کتابی مرکزی ملی تستی سالی برای 6 2021 صفحه 74 از صفحه 74 بابی پلانیمتری سر می شود. یعنی چخیل که ما میدونیم پلانیمتری این قسم اولی گئومتری مکتبی است و بعد آن قسم دومش استریومتری آغاز می شود. اینک شروع کردیم. مشق 613 اگر نگاه کنیم گفته است که در رسم AB برابر BC است. کوردینات نقطه C را یابید. جواب درست 6.4 است. اینچنین مشق 614 گفته است که در رسم KL برابر LF است. کوردینات نقطه L را یابید. جواب درست وریانت C 12.3 است. بینندگان گرامی، من میخواهم مشق‌های 613 615 میبخشید 16 17 و 18 را همچون کار خانگی شما اجرا نمایید و در کامنتاری ها به ما از روند کار خود ما را باخبر کنید تا اینکه ما فهمیم. اینک ما حل درستی مشق‌های رقم 613 و 614 را به شما پیشکش میکنیم. السلام علیکم بینندگان گرامی. اینک حل مشق‌های رقم 613 و 614 از مرکزی ملی تستی. خیلی که در بالا من شما را با شرطی با متن مسئله شناس نمودم. گفته شده است که AS AB برابری BC یا که AS گوییم می شود. مقصد دیگه همین که این پارچه ها به هم برابر هستند و کوردینات میانه جای آنها را میانه جای پارچه را یابید. موضوع ما گفتن ممکن است که این کوردینات میانه جای پارچه است. بچه ها پیش از همه من میخواهم این موضوع را به شما شرح دهم. برای اینکه شما کوردینات های میانه جای پارچه را یابید، کوردینات اولی پارچه و کوردینات آخری آن را جمع کرده به دو تقسیم میکنید. یعنی عملا میانه اریتمتیکی آن را میبرید. یعنی میانه اریتمتیکی دو عدد به چی برابر بود؟ به نیم سومه آنها برابر بود. یعنی به نیم سومه آنها میانه اریتمتیکی. یعنی کوردینات میانه جای پارچه را یافتن نیز چنین مضمون دارد. اکنون مشق رقم 613 میگوید که اولی پارچه معلوم است، این 4.4 و میانه جای پارچه معلوم است 5.4. اخیری پارچه کوردینات اخیری پارچه را یابید. یعنی 5.4 برابر می شود به 4.4 جمع x تقسیم 2 و از اینجا x را میابیم 2 را به 5.4 ضرب کرده از 4.4 را ترک کرده میپرتویم. آنگاه x ما به 6.4 برابر می شود. یعنی کوردینات اخیری پارچه به 6.4 برابر بوده است. بینندگان گرامی، این کوردینات میانه جای پارچه وقتی که کوردینات تنها از ابسیس عبارت است، یعنی پارچه ما تنها در خط ابسیس جایگیر می شود. اما ما می توانیم اینچنین پارچه را در همواری کوردیناتی یا سیستم دکارتی همواری کوردیناتی دیده برویم. شما بر رسم اهمیت دهید. یعنی همواری کوردیناتی ما از تیر ابسیس x و از اردینات y عبارت است. همین خیل بگذار پارچه نقطه a x y باشد کوردینات هایش، نقطه B که آخری پارچه است کوردینات هایش x1 و y1 باشد. آنگاه کوردینات های میانه جای پارچه به x جمع x1 تقسیم 2 و y جمع y1 تقسیم 2 برابر می شود. این موضوع را می خواهم که شما خوب ازبر کنید، به ذهن خود گیرید، چون که این موضوع همین فرموله و همین فهمیش برای حل باقی مانده مسئله ها به شما کمک می رساند. رفتیم به مسئله رقم 614. مسئله رقم 614
در تصویر چه خیلی دیدید و من شرطش رو پیشکی از کتاب مرکزی ملی تستی نشان دادم. میگوید که KL برابر است به LF، یعنی KL برابر است به LF. این از آن شهادت میدهد که L نقطه L میانه جای پارچه KF است. اینک کوردینات L را یابید. چخیل که در این فرمول شما دیدید و من این فرموله بالا به شما شرط دادم، عیناً همین کار رو میکنید، یگان جای دشواری ندارد. یعنی L برابر است به 9 از 2 جمع 15 از 4 تقسیم 2 که این به 12 از 3 برابر می شود. و این وریانت 3 مسئله رو شما به دایره‌چه میگیرید. یعنی تمام مسئله ها خیلی آسان هستند. به کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. بینندگان گرامی، کانال روزنه معرفت همیشه همراه شما خواهد بود و ما تا آنقدر که امکان داریم کوشش می نماییم که سهم خود را در رشد معارف کشور ما گذاریم و من باوری دارم و اطمینان دارم که هر یکی شما همچون وظیفه خانگی مسئله های رقم 615 618 را حل می نمایید. مسئله های رقم 615 616 و 617 618 عیناً به همین موضوع بخشیده شدند و حل کردن آنها به آسانی میسر می شود و من باوری دارم که بعد از ویدیو همه شما این مسئله ها را حل کرده می توانید. با ما باشید. در پناه خداوند.